اختراع کرده واقعا نابغه بوده. تا حالا به این فکر کردی که کلید چطوری قفل رو باز میکنه؟ اگه یه قفل رو برش بدی و داخلش رو ببینی میفهمی که بدنه بیرونی و سیلندر داخلی قفل با چند تا محفظه عمودی سوراخ شدن. توی هر محفظه یه فنر و 2 تا پین فلزی وجود داره. وقتی کلید درست رو داخل قفل بذاری، اون پینای فلزی رو به سمت بالا فشار میده. توی این لحظه پینای فلزی توی هر محفظه طوری قرار میگیرن که دقیقاً با سطح سیلندر قفل همسط میشن و این باعث میشه سیلندر قفل بچرخه و قفل باز بشه. اما اگه کلید اشتباه رو بذاری، پینا درست تنظیم نمیشن و سیلندر نمیچرخه، پس قفل هم باز نمیشه. وقتی اینو بفهمی، درک مکانیزم باز کردن قفل یا همون لاک پیکینگ هم راحت‌تر میشه. توی قفل‌های دقیق معمولاً یه مقدار تولرانس تولید وجود داره. وقتی با یه تکه فلزی فشار جزئی به سیلندر قفل وارد کنی، اولین پینی که کمترین تولرانس رو داره به سیلندر گیر میکنه. وقتی با یه قلاب فلزی اونو دستکاری کنی، میتونی تفاوتش رو احساس کنی. اگه اون پین رو به سمت بالا فشار بدی، پین بالایی که بهش پین درایور میگن گیر میکنه. اگه این کار رو یکی یکی برای همه پینا انجام بدی، در نهایت سیلندر قفل میچرخه و قفل باز میشه. اگه دوست داری بدونی چطور میشه این قفلا رو دور زد، این پستو ببین و با فکت مکس همراه شو.